شما وقتی که توبه میکنید میترسید از خدا، خدا رو چجوری تلقی میکنید؟ میخواد حساب تو برسه؟ آره. میخواد پدرتو در بیاره حرفشو گوش نکردی؟ آره. چرا توبه میکنی؟ چرا دلت میگیره؟ چون میخواد بزنده دلت میگیره؟ میدونید چی ازت میخواست؟ میخواست بیشتر لذت ببری، میخواست علاقه های فطری خودت رو شکوفا کنی، بیشترتر لذت ببری. نبودی، ناراحت شده، غضب کرده بهت چون خودتو زدی، ناراحت شده، از بس دوست داره. میفرماد این من انقدر ازش ناراحتم، اگه برگرده گم شدم و پیدا کردم. خدایا صدر و ذیل حرف داخل با هم نمیخونه. اینقدر ازش ناراحتی، اگه برگرده گم شدن و پیدا کردی. چجوریه خدا؟